به سوی فارم‌های عصری آغاز شده است. امروز در سراسر کشور نزدیک به 30,000 فارم عصری گوداری و سایر حیوانات ایجاد گردیده که نقش مهمی در افزایش تولید گوشت و شیر ایفا می نماید. و منظور تقویت تولید شیر همساله نزدیک به 1,000,000 رأس گاو به گونه مصنوعی تلقیح می شود که این اقدام سبب توسعه نسل‌های اصلاح شده، بهبود کیفیت حیوانات و افزایش تولید شیر گردیده است. همچنان در کشور ده‌ها کارخانه‌های جدید پروسس شیر تازه ایجاد شده که ظرفیت تولید ده‌ها هزار لیتر شیر تازه در روز را دارا می باشد. در نتیجه این تلاش‌ها میزان واردات شیر نسبت به گذشته به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. همچنان برای نخستین بار در تاریخ افغانستان صادرات گوشت لذیذ گوسفند و بز بازارهای خارجی آغاز گردیده است. این دستاورد گواه روشن رشد سکتور مالداری، ارتقای معیارهای کیفیت و ورود افغانستان به بازارهای بین المللی در بخش محصولات حیوانی می باشد. همچنان در بخش صنعت مرغداری نیز طی 4 سال اخیر پیشرفت‌های چشمگیری به دست آمده است. شمار فارم‌های پرورش مرغ گوشتی که حدود 4 سال قبل نزدیک به 5,800 فارم بود، امروز به حدود 13,500 فارم افزایش یافته است. این رشد چشمگیر سبب گردیده که امروز افغانستان نه تنها نیاز داخلی خود را به گوشت مرغ تامین نماید، بلکه ظرفیت و آمادگی لازم برای صادرات گوشت مرغ و بازارهای منطقه نیز به دست آورده است. در بخش تولید تخم مرغ نیز دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است. در آغاز مسئولیت ما تولید روزانه تخم مرغ در کشور حدود 1,2 میلیون بود، اما امروز این رقم نزدیک به 4 میلیون بیضه در روز رسیده است. بیانگر رشد قابل ملاحظه این صنعت می باشد. با وجود این پیشرفت‌ها در بخش تولید جوجه‌های یک روزه هنوز با کمبود روبرو هستیم، در حالی که نیاز روزانه کشور به حدود 600,000 جوجه یک روزه می رسد. ظرفیت تولید داخلی هنوز پاسخگوی این نیاز نیست. از همین رو این بخش یکی از مهمترین و جذابترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شمار می رود. مهمانان گرامی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان تنها بر افزایش تولید تمرکز نداشته، بلکه در راستای حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی نیز برنامه‌های مهم مؤثر را تطبیق نموده است. در بخش حفاظت از جنگلات پیشرفت‌های چشمگیری به دست آمده است و منظور حفظ جنگلات باشندگان محل به عنوان محافظان جنگل گماشته شده است تا از یک سو از منابع طبیعی مناطق خود حفاظت نمایند و از سوی دیگر در غرس نهال‌ها و احیای جنگلات سهم فعال داشته باشند. ما باور داریم که حفاظت از منابع طبیعی مسئولیت ملی ما در برابر نسل‌های امروز و آینده است. در طول 5 سال اخیر در سراسر کشور بیش از 110 میلیون اصل نهال و قلمه غرس شده است و منظور کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و افزایش تولیدات زراعتی پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان با حمایت مالی و تکنیکی وزارت زراعت و نهادهای همکار بین المللی 71,000 سبزخانه جدید در ولایت‌های مختلف کشور برای تولید سبزیجات خارج از فصل ایجاد گردیده است. این سبزخانه‌ها زمینه تولید در فصل‌های مختلف سال را برای دهقانان فراهم ساخته درآمد آنان را افزایش داده است و در نتیجه واردات سبزیجات به ارزش میلیون‌ها افغانی کاهش یافته، افزون بر آن فرصت‌های کاری و منابع عایداتی مناسب برای دهقانان داخلی فراهم شده است.
در بخش باغداری نیز طی 3 سال گذشته تحت رهبری و تطبیق برنامه‌های وزارت زراعت در مجموع هزارها جوری باغ‌های جدید، ده‌ها هزار جوری باغ‌های جدید میوه‌دار از انواع مختلف در ولایت‌های گوناگون کشور احداث گردیده است. علاوه بر این باغ‌های دیگر نیز به افتکار مردم در مناطق روستاها ایجاد شده است. حضار گرامی، در بخش صادرات محصولات زراعتی افغانستان نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه به دست آمده است. امروز میوه‌های تازه و خشک افغانستان به کشورهای متعدد جهان صادر می‌شود و نمایانگر کیفیت طعم طبیعی و ویژگی‌های منحصر به فرد محصولات زراعتی افغانستان است. در نشست سالانه صادراتی که اخیراً از سوی وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید، از دستاوردهای ارزشمند سکتور صادرات افغانستان نیز قدردانی به عمل آمد. از این ناحیه از وزیر صاحب تجارت از همه همکارانشان از صمیم قلب تشکر می‌کنیم. در این مراسم صادرکنندگان میوه خشک موفق به کسب مقام نخست به عنوان بهترین صادرکننده سال شدند. شماری از شرکت‌های برتر مورد تقدیر نیز در بخش زراعت و مالداری فعالیت داشتند. این موفقیت به خوبی نشان می‌دهد که زیربنای اصلی صادرات افغانستان را محصولات زراعتی و مالداری کشور تشکیل می‌دهد. همچنان در بخش ایجاد سردخانه‌ها با هماهنگی نزدیک میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت صنعت و تجارت ده‌ها سردخانه‌ها در نقاط مختلف کشور ایجاد گردیده و شمار دیگری نیز در حال برنامه‌ریزی و اجرا است. در گذشته بخش قابل توجهی از میوه‌ها و سبزیجات افغانستان برای نگهداری و سردخانه‌های خارج از کشور انتقال می‌یافت، اما امروز به فضل الهی این محصولات در داخل کشور نگهداری و مدیریت می‌شود که این امر افزون بر کاهش ضایعات نقش مهمی در حفظ کیفیت محصولات، تنظیم بازار و افزایش عواید دهقانان داشته است. در این عرصه سهم سرمایه‌گذاران سکتور خصوصی نیز شایسته و قابل قدردانی و ستایش است. در راستای حمایت از دهقانان و مالداران در بخش فراهمسازی تسهیلات مالی نیز اقدامات عملی صورت گرفته است. طی 3 سال گذشته از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعتی مربوط وزارت زراعت و مالداری افغانستان حدود 6 میلیارد افغانی در قابل تمویل اسلامی به نزدیک به 15,000 تن برای سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های زراعتی و مالداری اختصاص یافته است تا زمینه افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی فراهم گردد. سرمایه‌گذاران محترم و شرکای بین‌المللی، افغانستان امروز در بخش زراعت و مالداری فرصت‌های گسترده‌ای و ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری فراهم ساخته است. خصوص محصولات زراعتی، بسته‌بندی معیاری، ایجاد سردخانه‌ها، صنعت لبنیات، تولید خوراک حیوانی، فارم‌های مادری بریدر، مرغداری، تولید تخم‌های اصلاح شده، سیستم‌های عصری آبیاری، ماشین‌آلات زراعتی و تکنولوژی‌های نوین از جمله بخش‌هایی هستند که ظرفیت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاری در آنها وجود دارند. ما باور داریم که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، تبادل تجارب علمی و گسترش همکاری‌های مشترک می‌توانیم زراعت افغانستان را از شیوه‌های سنتی به یک زراعت مدرن صادرات محور و رقابت پذیر در سطح منطقه و جهان مبدل سازیم. ما از تمامی کشورهای دوست سازمان‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا در این مسیر مهم اقتصادی و توسعه شریک افغانستان باشند. در رشد و شکوفایی زراعت و مالداری کشور سهم می‌گیرند. در پایان یک بار دیگر از همه مهمانان گرامی، نهادها، شرکت‌های تولید کنندگان و تمامی کسانی که در این برگزاری و موفقیت این نمایشگاه بین‌المللی سهم گرفتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم.
و خصوصا هم از رئیس اتاق زراعت و مالداری و از همه همکارانشان تشکری خاص میکنیم که این نمایشگاه را دایر نمودند. امیدوار هستیم که این نمایشگاه زمینه ساز گسترش همکاری های جدید، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه روابط تجارتی و آغاز فصل تازه از پیشرفت و شکوفایی زراعت و مالداری افغانستان باشد. از همه توجهتان جهان سپاس و ممنون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.